طرز خواندن نماز تراویح. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. دوستان عزیز، در اول نوار خواستیم معلوماتی کوتاه درباره نماز تراویح را به شما پیشنهاد کنیم و در آخر نوار خدا خواسته باشد طرز خواندن نماز تراویح را به شما میگوییم. نماز تراویح چگونه نماز است؟ نماز تراویح نمازی است که تنها در شب‌های ماه شریف رمضان خوانده می شود. نماز تراویح سنت مؤکده است، یعنی سنتی تأکید شده، سنتی که دائم انجام داده می شد و با جماعت خواندن آن سنتی کفایه می باشد. اگر در محله یا شهر نماز تراویح با جماعت خوانده شود، پس خواندن آن سنت می باشد. تاریخ پیدایش نماز تراویح. رسول الله صلی الله علیه و سلم شب از ماه رمضان در مسجد تراویح خواندند. چند نفر از صحابه ها تابع پیامبر صلی الله علیه و سلم شده نماز تراویح را خواندند. چون صبح شد، صحابگان به یکدیگر آیید به نماز ادا کرده صحبت کردند. پس شب سیوم جماعت زیاد شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز را ادا کردند. شب چهارم جماعت چنان زیاد شد که مسجد جمع صحابگان را جا کرده نتوانست. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ادای نماز تراویح حاضر نشدند و بعد از آنی که وقتی نماز بامداد درآمد، پیامبر صلی الله علیه و سلم تشریف آورده نماز بامداد را ادا کرده و بعد از آن به صحابگان خطاب کرده گفتند: احوالتان را می دانم، از آن ترسیدم که نماز تراویح را بر خود فرض می حسابید و از ادای آن تنقیصی می کشید. روایت بخاری. دوستان عزیز، از این حدیث به ما معلوم گشت که پیامبر صلی الله علیه و سلم 3 شب همراهی صحابگان نماز تراویح را با جماعت خواندند و شب چهارم پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ادای نماز تراویح به نزد صحابگان نآمدند، چون خوف بردند تا خداوند این نماز را بر بندگان فرض نگرداند. و این 3 روزه که با صحابگان نماز را خواندند، در یگم حدیث رکعتش نآمد است که 8 رکعت بود یا 20 رکعت بود. در یگم حدیث این آمدگی نیست، بله در حدیث آمد است که از عایشه مادرمان روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در رمضان و در غیر رمضان نماز شب را 8 رکعت می خواندند. این نماز تهجد است، نه نماز تراویح. چون که اگر این حدیث را ما جستجو کنیم از کتاب‌های حدیث، ما این حدیث را در باب حدیث نماز تهجد می‌یابیم. این حدیث تعلق به نماز تهجد دارد که پیامبر صلی الله علیه و سلم در رمضان و غیر رمضان نماز تهجد را 8 رکعت خواندند. بعد از آنی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با جماعت نماز تراویح را نخواندند، مسلمانان در خانه‌های خود نماز تراویح را می‌خواندند که چنین نمود خواندن نماز تراویح تا دوران حکمرانی حضرت عمر خداوند از او راضی باد دوام داد. شب از شب‌های رمضان حضرت عمر خداوند از او راضی باد دیدند که مسلمانان در علاهیدگی نماز تراویح را ادا می کنند. از این رو حضرت عمر فرمودند: نفری را انتخاب کنید و دنبال او نماز خوانید. چون دیگر خوف نبود که نماز تراویح بر مسلمانان فرض می گردد، چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وفات کردند
و بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگر وحی نازل نمی شود. از همان روز مسلمانان نماز تراویح را با جماعت خواندن شروع کردند که این 20 رکعت را در بر می گرفت. در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: سنت مرا و سنت خلفای راشدین را به آغوش گیرید. روایت ابن ماجه. علمای حنفی، شافعی و حنبلی تکیه بر این حدیث کرده نماز تراویح را 20 رکعت خواندند. تراویح چی معنا دارد؟ تراویح جمعی ترویحه بوده به معنای اندک دم گرفتن در میان هر 4 رکعت نماز می باشد. طرز خواندن نماز تراویح: بعد از آنی که 4 رکعت فرض نماز خفتن با جماعت خوانده می شود، 2 رکعت سنت نماز خفتن را هر یک شخص علاهیده می خواند. بعد از آن نماز تراویح آغاز می یابد. نماز تراویح 2 رکعت 2 رکعت یا 4 رکعت 4 رکعت نیت کرده خوانده می شود، لیکن بهترش 2 رکعت 2 رکعت خواندن است. بعد از هر 4 رکعت نشسته دم گرفته تسبیح خواندن از آداب‌های این نماز است. اگر نماز تراویح 4 رکعت 4 رکعت خوانده شود، در رکعت‌های سیوم و چهارم هم ضم سوره کردن لازم است، یعنی به مانند 4 رکعت سنت نماز پیشین خوانده می شود. و بعد از آن که 20 رکعت نماز تراویح خوانده می شود، 3 رکعت نماز وتر واجب نیز با جماعت خوانده می شود. این یکی از خصوصیت های نماز وتر است که تنها در ماه شریف رمضان نماز وتر را با جماعت خواندن ممکن است. اگر شخصانی که شرایط به مسجد رفتن را نداشته باشند، می توانند در خانه یکی از آنها امام شود و نماز تراویح را با جماعت بخوانند. و اگر در خانه یک نفر باشد، این چنین می تواند خودش نماز تراویح را بخواند. پس دوستان عزیز، رمضان مبارک را با خواندن نمازهای تراویح و نمازهای نفل، نمازهای تهجد، با خواندن قرآن احیا باید بگردانیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث می فرمایند: خداوند روزه رمضان را بر شما فرض گردانیده است و من شب زنده‌داری آن را بر شما سنت نموده ام. پس شخصی که از روی ایمان و امید ثواب و باوری روزه گیرد، سبب مغفرت گناهان گذشته اش می شود. روایت نسائی و بیهقی. روزه داشتن ماه رمضان فرض و شبهای آن را با عبادت گذرانیدن سنت است. هر کسی که از روی ایمان و محبت و به امید ثواب ماه رمضان را روزه دارد، خداوند گناهان گذشته او را می بخشد. پس بیایید دوستان عزیز، این ماه مبارک را که خداوند بر ما امانت داده است با طاعت و عبادت بگذرانیم. همه شما را به فرارسی ماه مبارک شریف رمضان تبریک میگویم. بگذار این ماه باشد که در آن عملهای صالح را بسیارتر انجام بدهیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.